نام خدا نام خدا نام خدا. اوه السلام علیکم بزرگوار، خیر دارین؟ سلامت هستین؟ جانتون است؟ بخیر هستین؟ نام خدا بنده خدا همون قسمی که از نامش وایداست اونم تو نام خدا خیلی مقبول نباشید. پس شما بفرمایید با هم یک جمع تصویر ببینیم و هم همراه شما گپ بزنیم. بفرمایید دوستان عزیز، ببینید که نام خدا چیه. کیک سعی کنیم کیک، کلچه، شیرینی سرا، همون قسمی که دوستا گفته بودن ما هم با عادت سنا بدیم، همون قدر زیبا هستن. دوست عزیز نام مبارک شما چی است؟ اسم من محترم ببخشید نجیب الله. نجیب الله از شهر مزار شریف هستیم. شرکت ما در شهر مزار شریف است، داخل شهر کمیری. دیگه در اینجا نمایندگی ماست. فعلا مسئول است. چقدر وقت میشه که شبرغان آمده؟ شبرغان اول ماه مبارک رمضان افتتاح کردیم. یعنی تقریبا یک ماه میشه. دوستای عزیز، یعنی بزرگوارم دیگه تازه افتتاح کردن و دوستایی که در شهر شبرغان زندگی میکردن گفتن بیاین با سوپرمارکت تصویر برداری بکنین، همراهش هم مصاحبه بکنین، خیلی جای خوبیش هست و چیزای خوب هم داره. اونم قسمی که گفته بودن اونم تازه قابل تعریف هستین. خیلی دیده میشه که زحمت زیاد میشین. قربانتون. دیگه یک سوال شخصی کنم اجازه است؟ بفرمایید. چند سال هستی؟ ما 36. 36. نام خدا نجیب الله جان، سعی کنید که خدا تفکش نگاه کنه. 5 سال معلوم بشه. دلیل جوان بودن چیه؟ دلیل جوان بودن عزیزی که برادر خود نباختیم. همیشه وقت کار کردیم و خود تفکش نگاه کردیم. در راه خود راست بودیم. دلیلش همین است دیگه دلیل شده. دمی رشته تاثر رو آوردیم یا از قبل؟ از قبل سابق شاگرد بودیم در بندر تاشقرام در مزار شریف. کیک و کلچه که از کاملا خود ما جور میکردیم. نه برادرم در المبشر کار میکرد، خودم دمی کیک کلچه شاگرد بودیم. بالاخره مرحله با مرحله تا اینکه رسید خودم فابریکیش جور کنیم. خودم 3-4 برادر دیگه نمایندگی هم جور کردیم. زحمت بسیار خوب. دوستانم از خودی هست؟ بله، ولی خان که از شاگردم هست. مجیب جانم بچه کلانیم هست. نام خدا دوستان سعی بچه کلانه دانه نجیب بکنده. شما تلفن اگر جواب میدید که دوستان عزیز با هم همه کیک کلچه را نزدیک ببینیم که خیلی نام خدا قابل تعریف است، مزدار است. دیگه ببینین دوستان نه شیرینی بابا خیلی نام خدا چه دیزاینه کنه این لالا. بله خدا خیلی دکوریشن عالی. اینی شیرینی بابا که از کاملا از الف تا یا کل گزیر خود ما تولید میکنیم. خب بله اینه باز دمیجا فابریکیش جور کردین یا شرکتش؟ در مزار شریف داخل شهر کمیری جور میشه و در اینجا موتر داریم میاره انتقال میدن. کیکای سالگرد هم از دوستان عزیز، کیک سالگرد، کیک عروسی، کیکای عروسی نام خدا. یعنی میبینید بانک بازاریابی لاله نجیب هم بکنم نفر به خاطر که من در مزار شریف زندگی میکنم. لاله نجیب هم در مزار است. بانکش شهر شبرغان آمدیم زیبایی هایش با تصویر بکشیم که بیشتر مردم شریف شبرغان ما دیگه از این سوپرمارکت از خوبیایش دیگه حاصل کنن و ببینن و بیان از اینا خریداری بکنن. اینو نام خدای میگه که چیز ببین چقدر مقبول است. این دوستان عزیز چیزم داره لوازمی که مربوط سالگیری میشه، همه امکانات برخوردار است. از نامش پیداست دیگه که سوپرمارکت. این همه رقم که سوپرمارکت نبود دیگه با نمیشه. بازم زیبایی های شهر شبرغان به تصویر میکشیم چقدر افغانستان ما جاهای زیبا و دیدنی داره. دانه نجیب خان از اینکه مزاحمتان شدیم، قربان شما بشین شو بشین برادر جان. بخشش باشه، خیر و سلامت باشین. خوش دیدیم دیدار. زنده باشین محترم. تا آدم دیگر بدرود. سلامت باشین.